سلام، من علیرضا هستم. اینجا وارش اسپورت و با اولین قسمت از داماش پلاس با شما. من در اینجا به مرور اخبار و حواشی یک هفته اخیر داماش خواهم پرداخت. یادتون نره که داماش پلاس یک برنامه ویژه یوتیوبه و به طور هفتگی فقط در کانال یوتیوب وارش اسپورت منتشر میشه. پس برای اینکه از داماش پلاس جا نمونید حتما روی دکمه سابسکرایب و علامت زنگوله زیر این ویدیو کلیک کنید. خب برسیم به داماش پلاس این هفته. داماش در آخرین هفته مرحله نهایی لیگ 3 در تبریز به مصاف تیم ستاره صدرا رفت و تونست با تک گل آرمان آبسالان یک امتیاز خارج از خونه رو نصیب خودش کنه. آرمان آبسالان داره تک به تک میشه. آرمان آبسالان توی دروازه، گل برای آرمان آبسالان. درسته که با این تساوی داماشی که تا هفته قبل صدرنشین بود به رتبه دوم سقوط کرد، ولی نباید فراموش کنیم که ما در نیم فصل دوم میزبان ستاره صدرا و همین تیم دارای صدرنشین توی رشت هستیم و این به ما فرصت میده که دوباره به صدر برگردیم. یه خبر دیگه هم داشتیم و این بود که در روزهای آبی و زرد کرونایی سازمان لیگ اعلام کرد به دلیل عدم رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی مسابقات فوتبال لیگ‌های کشوری بدون حضور تماشاگران انجام میشن. متاسفانه این خبر باعث میشه که هواداران داماشی نتونن تیمشون رو در بازی‌ها همراهی کنن. خب البته خیلی از هواداران نظر دیگه‌ای دارن و فکر نمی‌کنن که این تعطیلی به خاطر کرونا بوده باشه. حالا بگذریم. رویداد مهم دیگه این که زمان نقل و انتقالات لیگ 3 هم شروع شده و ما چشم انتظاریم تا ببینیم باشگاه داماش گیلان چه برنامه‌ای برای تقویت تیم برای نیم فصل دوم داره. کدی که توی صفحه می‌بینید مال یک کارت شارژ ایرانسله. این یکی از دلایلیه که باید روی زنگوله بزنید و ویدیوها رو دنبال کنید. طبیعتاً اولین نفری که این کد رو وارد کنه دیگه بقیه نمیتونن ازش استفاده کنن. آخرین خبرم این که داماش در اولین هفته از نیم فصل دوم باید یه سفر به کردستان بکنه و با آوالان کامیاران بازی کنه. به نظرتون نتیجه این بازی چند میشه؟ نظر خودتون رو همینجا برام کامنت کنید. این بود اولین قسمت داماش پلاس. تا قسمت بعد بدرود.